خوجند. قصر ارباب 25 سال پیش اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان که برای نظام سیاسی این کشور طرح نو درانداخت. نشسته که قرار بود از بروز درگیری ها جلوگیری کند، اما دامنه جنگ داخلی تاجیکستان گسترده تر شد. در اجلاس 16 که 16 روز ادامه داشت، حکومت مراسم ملی برکنار و استعفای بحث برانگیز رحمان نبیف نهایی شد. نهادی ریاست جمهوری به تعلیق افتاد. این نشست چهره نو را به عرصه سیاست تاجیکستان وارد کرد. امامعلی رحمانوف که رهبری حکومت نو را به دوش گرفت. پیش از اجلاس 16 اکبرشاه اسکندرov رئیس شورای عالی و کفیل ریاست جمهوری بود. او میگوید مسئله استعفای حکومت و اعضای ریاست شورای عالی در این نشست پیشاپیش معلوم بود و مسئله همین خیلی شد که باید که تمام مقامات باید که به استعفا رود. یعنی که پرزیدیوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدیوم کابینت وزیران تاجیکستان، اکثریت کسی که در مقام بلند داشت اونا عریضه نوشته به استعفا رفتن. فکر دیکتاتور خیلی. اما رئیس پیشین شورای عالی میگوید در همان روز اول اجلاس روشن شد که برنامه تغییر کرده است. جلسه برگزار گردید. در روز اولش معلوم شد که مسئلات تماما دیگر هستند و اونجا یعنی که دیریژور دیگر کس بود. بعد از بازگشت به دوشنبه اسکندرov را در فرودگاه پایتخت گروگان گرفتند و بعد از مدت آزاد شد. خود اسکندرov میگوید برای جلوگیری از درگیری ها در دوشنبه از طرفداران مسلحش خواست که دوشنبه را ترک کنند، اما دیگر دیر شده بود. درگیری های پراکنده دیگر قابل کنترل نبودند. هنوز هم از آن اجلاسی تاریخی گوشه های تاریک باقی است، از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی ازبکستان امنیتی وکیلان را تامین میکردند و آنها تا کجا در تصمیم گیری های نمایندگان مردم سهیم بودند. دولت عثمان معاون نخست وزیر تاجیکستان در حکومت مراسم ملی معتقد است که دلیل این کار نبود جو اعتماد در میان گروه‌های مسلح و نمایندگان منطقه های تاجیکستان بود. کشور ازبکستان تامین امنیت این اجلاسی را به عهده گرفته بود و تمامی یعنی قصر ارباب که در اونجا اجلاسی میگذشت از جانب نیروهای مخصوص ازبکستان محافظت میشدند. این نیروها فقط از بیرون بدن، یعنی در گیرد یعنی اطراف مثلا همو چرا مثلا محافظت میکردن. هیچ کدام این نیروها یگان بار داخلی بنا نشده بود. با باور آقای عثمان نکته مثبت نشست خوجند پایان دادن به دو حاکمیتی بود، هرچند آن نتوانست جنگ داخلی را متوقف کند. اما با گفته برخی از تحلیلگرانی که بر جریان کار اجلاس خوجند ناظر بودند، در کار این اجلاس تا جای دست بیگانگان هم مشاهده میشد. و این هم که پشت پرده این اجلاس کیا هستند معلوم بود که اینجا ازبکستان بود و روسیه بود که اونا میخواستن که با هر وسیله جنگ داخلی در تاجیکستان یک نقطه گذارن و معلوم بود که از کدام جانب اونا پشتیبانی میکنن. برای مردان محمد ناپدید شدن یکی از مدعیان ریاست شورای عالی یکی از گوشه های پنهانی نشستی خوجند است، چون همیشه دعوای فرانت خلق تاجیکستان برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی بود، ولی زمانی که انتخاب رئیس پارلمان تاجیکستان به میان آمد، سفرعلی کنجایف رئیس پیشین پارلمان تاجیکستان که با تقاضای اعتراضگران میدان شهیدان به استعفا رفته بود، با طور نامعلوم ناپدید شد به مدت چند وقت. همه همین جنگجوها برای کرسی هست و برای چی دیگر 3 سال ما همین رو دیده شد، هم برای کرسی برای ریاست شورای عالی به امامعلی رحمانوف رسید که در آن زمان چهره کمتر شناخته شده بود. 2 سال پس از آن اجلاس تاریخی آقای رحمان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و تا کنون در این مقام است.